سلام، امروز میخوام بهتون آموزش کشیدن فیگور رو آموزش بدم. خب اول از این که یه چیز خیلی مهمی که توی این طراحی هستش این که ما ساده در نظر بگیریم چیزی که میخوایم بکشیم و یه چیز خیلی مهمی که توی فیگور کشیدن هست اینه که ما بتونیم اجزای بدن انسان رو به اشکال هندسی تشبیه کنیم. اشکال هندسی مثل دایره، بیضی، مثلث. مثلا همطور که میبینید من دارم صورتش رو با یه دایره مشخص میکنم. بعد سراغ گردنش میریم، حالتی که این گردن داره رو میکشیم. بعد یه چیز مهمی که هست برای بدنش. ببین ما برای بدنشون میتونیم چند تا حالت رو در نظر بگیریم. مثلا اینکه بیضی شکله، به صورت آی وایستاده، به صورت اس. سه حالت داره: آی، اس، سی. حالا به هر صورتی که مثلا وایستاده ما اونو خیلی ساده در نظر میگیریم. مثلا همونطور که میبینید این فیگوری که داشتم میکشیدم تقریبا مثل سی بوده. این که خیلی ساده بتونیم فیگور رو در نظر بگیریم خیلی راحت تر میتونیم بکشیمش. مثلا با خطوط خیلی ساده بتونیم همه قسمت های فیگورمون رو تشخیص بدیم. توی این قسمت دوتا پاش رو مشخص میکنیم که به چه صورت هستش. ببینید با خطوط خیلی ساده زاویه‌ای که پاها دارن رو با خطوط ساده میکشم. الان دستش رو دارم میکشم. بعد کم کم همینطور که ساده شروع کردیم حالا نوبت میرسه به حجم دادن. حالا مثلا چجوری هستش، چه قسمتایی چه حجمایی داره، مثلا قوس کمرش چجوریه یا حالت باسنش به چه صورت قرار رو گرفته. سعی میکنم وسط ویدیو زیاد صحبت نکنم تا همینطور که با چشماتون دارید میبینید بتونید درکش کنید. الان تا همین جایی که شما میبینید در واقع یه فیگور خیلی ساده ولی در عین حال چیزیه که داره به شما نشون میده، یعنی احساس رو به مخاطب داره در واقع میرسونه. الان شما میدونید یه دستش رو به بالا، یه دستش رو به پایینه، دوتا پاهاش زاویه‌ای دارن یا مثلا قسمت صورتش فکش رو به سمت بالا هستش. این احساس رو به مخاطب تا اینجا میده. حالا میریم سراغ حجم دهی. به قسمت های بازو مثلا اگه عضله‌ای داره به قسمت های بازوش مثلا حجم میدیم، به قسمت های پاهاش حجم میدیم، باسن، قوس کمر.
و هر چقدر که ریزبینی کنیم و به دقت کنیم به جزئیات در واقع بیشتر شبیه عکس میشه. خب همونطور که میبینید فیگور که براتون در نظر گرفته بودم تا اینجا تموم شد و سعی کردم با روشی ساده ولی در این حال دقیق و واضح این فیگور رو بتونم براتون اجرا کنم تا قابل درک باشه براتون و بتونید خیلی خوب متوجه بشین که به چه صورت ساده بکشینش. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. امیدوارم این آموزش براتون خیلی مفید بوده باشه. حتما ویدیوهایی که توی پیجم براتون میذارم بهش سر بزنید. این پیج پر از گرافیک و طراحی و نقاشی هستش. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و پیجم هم سابسکرایب کنید تا آموزشایی که براتون میذارم رو بتونید ببینید و ازش لذت ببرید.